بسم الله الرحمن الرحیم. آخه میگم همچین که مولا در میزد، بیبی که نمیتونه بیسته، بیبی که نماز نشسته میخونه، اما همچین که متوجه میشد علی در میزد، صدا میزد فرز کمک کرد، خودم برفتم رو علی مات کنم خدا باری. از این زمین ببریدم، از این زمین ببریدم که دل قرار ندارم. حسین ببین علی اصغر صداش بلند شده، علی هم فهمیده، پاشو بریم داداش. از این زمین ببریدم که دل قرار ندارم، توان دیدن این خاک مرگبار ندارم. حسین من داداش 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 داداش، برو از کربلا به جای دیگر که ماندن تو در این دشت اعتبار ندارم. بگم آماده جلو عمه میگم عمه مگه نگفتی داریم میریم مهمونی؟ چرا مهمونیه دیگه اینجا چشه؟ مگه اینجا آب نیست که جا برامون آماده نکردن که کردن، پذیرایی نکردن که کردن، چشه اینجا؟ بهتر از مهمونیه. تو تا دیروز سرتو میذاشتی رو پای بابات میخوابیدی، حالا سرتو رو سنگ میزنی. یه وقت یه نگاه کرد گفت دخترم از امشب دیگه کم کم این گوشواره‌هاتو در بیار بذار. از این زمین ببریدم که دل قرار ندارد، که دل قرار ندارد.
حسین من مزن اینجا تو خیمه و خرگاه. چرا؟ یه بیت از اون ناله های روز عاشورایی میخوام بزنی ها. حسین من مزن اینجا تو خیمه و خرگاه. وای وای الله اکبر یا امام زمان. وقتی آدم مجسم میکنه آقا تو جلسه است به خدا سخته خیلی از حرفا رو زدن. حسین من مزن اینجا تو خیمه و خرگاه که پای دختر تو تا به نیش خواه نداره. در این زمین تو مکن منزل عزیز رسول کتاب زیر ستم طفل شیرخوار ندارم. یه خواهشی ازت دارم داداش، هنوزم کار از کار نگذشت، بیا به سوی مدینه دوباره برگردیم. که در مدینه یا امام زمان که در مدینه کسی با سکینه کار نداره. تا رسیدن به کربلا آخ بمیرم برات بمیرم برات. سال کرد ابی عبدالله از ساربان این چه سرزمینیه. امشب شبیه که کاروان ابی عبدالله به کربلا میرسن. یکی یکی شروع کرد نامهای کربلا رو گفتن. آقا اینجا رو قاضریه میگن. آقا سر تکان داد، حالا همه دور آقا حلقه زدن. آقا فرمود نام دیگه هم داره یا نه؟ عرض کرد آقا جان اینجا رو نینوا هم میگن. آقا فرمود نام دیگه هم داره یا نه؟ یه خورده مکس کرد، یه نگاهی به ابی عبدالله کرد، انگار همه منتظر شنیدنن، همه سرا بالا بود. یه مرتبه آروم گفت آقا به اینجا کربلا میگن. آخ تا گفت کربلا یه مرتبه دیدن عمه داره گریه میکنه. دیدی چه خاکی به سرم شد. این عشق برا من خیلی آشناست. یا امیری یا امیری یا امیری یا حسین یا امیری جانم یا امیری یا امیری یا امیری. بچه ها با حسین چی میگن؟ دوست داریم که پیش باد گلگون بشه پیکرمون. دوست داریم که پیش پاد گلگون بشه پیکرمون. سند حرفای ما گریه های مادرمون. سند حرفای ما گریه های دوست داریم که پیش پاد گلگون بشه پیکرمون. سند حرفای ما گریه های مادرمون.
اشاره با دلی پر از ما رو نظاره یا امیری یا امیری یا امیری یا امیری یا حسین یا امیری یا امیری یا امیری یا اگه اذنمون بدی به ما منت میذاری غمی از روی دل مادرمون ابی عبدالله کرد انگار همه منتظر شنیدنن همه سرا بالا بود مرتبه آروم گفت آقا به اینجا کربلا میگن آخ تا گفت کربلا که مرتبه دیدن عمه داره گریه میکنه دیدی چه خاکی به سرم شد این عشق برا من خیلی آشناست روز آخر مادرم نشونه این سرزمین رو به من داده بود یادم روز آخر همه رو از اتاق بیرون بردن پل زدم مدینه یه لحظه دیدم مادرم یه پیرهن بافته صدا زد زینبم یه روزی میاد تو با داداش حسین میری کربلا زینبم من نیستم زینبم عوض منی پیرهن و تن داداشت کن بگم یا نه آخ زینب هی سوال میکرد مادر کربلا کجاست این پیرهن چیه چرا داری گریه میکنی چی شده صدا زد حسین یادمه مادرم سرمو بغل گرفت صدا زد زینبم طاقتشو داری برات بگم یه روزی این داداشو ازت جدا میکنن یه دفعه دید تو تاریکی یکی داره جلو میاد عباس پاسبان خیمه‌ست من عاشق این روزم نگاه کرد دید یکی تو تاریکی داره میاد هی جلو میاد هی رو زمین میشینه همراهی کنی منم برات میخونم صدا زد کی هستی سر جاد بایست دید محل نمیذاره ای جلوتر میاد گفت میگم سر جاد بایست و الا خونت گردن خودت دید نه هی میاد جلو اما کمر خمیده است یه مقدار نور زد شناختش عباس گفت الله اکبر خدا دارم درست میبینم دید نه انگار خودشه اومد جلوتر تا عباس دید گفت السلام علیک یا مولای میدونی کی بود؟
عباس دید هر اومده، عجب سردار لشکر دشمن، این دل شب پشت خیمه حسین. چی شده هر؟ نگاه کردید از سر و روی نظامی هر هیچی نمونده، موها پریشون، پا برهنه، چکمه رو گردن، شمشیر یه طرف، لباس از تن بیرون اومده. دید عجب سر و صورت خاکی. هر تو کجا؟ اینجا کجا؟ تا اینا گفت صدا زد عباس جان آروم اسم منو ببر آقا. چرا؟ که مبادا زینب بشنوه. قربونت برم، امشب ما باید از هر این راه و رسم عاشقی رو یاد بگیریم. صدا زد عباس جان تو پیش داداشت آبرو داریم، امشب نگی من بدم، امشب نگی من آلودم، امشب نگی من روسیام، امشب نگی من گناهکارم، امشب همه بیاید با آقا آشتی کنیم. قربونت برم، برو به اربابت بگو هر اومده، اجازه میدی بیام سرم رو خاک پات بذارم. عباس اومد تو خیمه. دنبال بهانه میگردی برای گریه کردن، چجوری شیعه تحمل کنه؟ انگار دیدین چجوری خونه بیبی رو آتیش زدن. مولایم گفتم دل من خون شده، از درد دوری گفتی صبوری کن، صبوری کن، صبوری. اولا جان این در آتش زد، جان خاکستر کرد. مولا صبوری طرف خاکی بر سرم کرد. آقا جان هر روز داغی تازه بر دل می نشانم، سر تا به پایم را به آتش می کشانم. یک روز قبل شیعیان از کینه خستم، در بارگاه حیدری حرمت شکستم. آقا چرا اینجور خبرها رو بشنویم؟ قربون دل شما. یک روز قلب شیعیان از کینه خستم، در بارگاه حیدری حرمت شکستم. روز دیگر شام غریبان کرد دشمن، کربلا را تیرباران کرد دشمن. مولای من روز دیگر شام غریبان کرد دشمن، کربلا را تیرباران کرد دشمن. امروز این غم کند از جا قلب ما را، کردن ویران بارگاه ساغران. آقایان
دنیا برم نگاه میکنم منتظرم این تو دل بدیم عجل جلو سوخت سامرایی گریه کنیم آقا به آی چشم خودبارت بمیرم که مثل میدونم چجوری داره زمان مگر نه این که الان رفقان گفتن آقا علیه السلام فرمودن مردم تو گرفتاری ما رو صدا میکنن ما خانواده تو گرفتاری میگیم مادر مگه گرفتاری از این بیش مادر بایدن سر مادر نمیرم امروز خیلی منتظر نباد برای یه بهانه بس و برای یک عمر گریه امروز دار بزن فریاد بزن به زبان آقا هم درد کنیم یک مقدار که دستین پیدا کنه آذریای طبیعت قشنگی دارن میگن آقا جان قربون چشمات برم تو گریه نکن ما جان گریه میکنم حالا آماده ای؟ مولا برای چشم خود بارد بمیرم و از داغ‌های قلب بیمارد بمیرم آقا باغ بهشت دلبرت تخریب گشته عنایت کنید هر چی سوختی باید داد بزن باغ بهشت دلبرت تخریب گشته از این جنایت اینم یکی از اون حرف افروخ مولا اول حسن گل نرگس از این جنایت سینه ها افروخ مولا گلزار نرگس هم در آتش این روز میگن سامرا دو آتش شده که با جسم
انگار زندگیشو خراب کرد، انگار هستیشو ویران کرد. امروز هم که همه اینجوری اومدن چرا؟ شنیدن بارگاه آقاشون رو اینجوری ویران کردن. اونجا هم الان اوضاعیه، همه جا هر جا بچه ویران مثل الان همین مردم هم به خیابون فریاد میزنن، اما مردم روزی که خونه مادرشون آتیش زدن هیچکی نبود، همه ایستادن تماشا کردن. امروز تو این رابطه میخوام موضع بخونم، اونم از قول مرحوم امینی. یا زهرا گفت آقا دیدم دم گریه میکنه، چون حال مرحوم امینی رو میدونستم پیش هر گریه میکنه. گفتم آقا تو رو خدا اگه چیزی هست به منم بگید، منم خیز بدارم. یا آقا اول چیزی نگفتم، اصرار کردم گفتم باشه. دارم به این فکر میکنم اگه توی خانواده این موردی پیش بیاد اتفاقی باشه، اگه برا مادر اتفاقی بیفته بچه ها دارم به این فکر میکنم اون روز بچه ها بیبی جهان گرفتی خوده از یه طرف ریزمان برندان بابا، از یه طرف مادر بین در دیوار، این بچه ها نگیدن بگیر پناه ببرن، به زیچه های کوچولو برابار میزنن. نزنین مادرم را یا زهرا، مادر 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 دیدم از به پشت جان خود فدا کردی، خسته و غریبانه فزع صدا. خدایا به آبروی حضرت زهرا، خدایا به آبروی حضرت زهرا فرج منتقمشون و معجل بفرما. یه جوری آمین بگو که احساس کنی انشاءالله به اجابت نزدیک شد. خدایا فرج آقا و معجل کن. دیگه شاهد نباشه این همین تا جای نشنویم جنایت ها رو انشاءالله آقا بیا انتقام همه رو بگیره. انشاءالله آقا بیا ما بگیریم هستیم خدایا اون روزی که اون دوتا رو از دل خودت میکشیم بیرون، اون روز هم روزه آقا دیدنیه که حضرت اشاره کنه به دومی مردم اینو میشناسی، این همونیه که تو کوچه های مدینه راه مادر فدای این دلای مدینه ای که باز با این اشاره شده میشنوی بعد این همه سال اینجوری زیر و رو میشی فریاد میزنی، هممون بمیریم برای آقازاده ای که دستش تو دست مادره. بوی قدم جلو اومد مادرم آزاد میره. نمیدونم اینجا واقعا چجوری روزه بخونم، انقدر مادرم ازم رفت تا به دیوار کوچه رسید. از بذار بگم حالا که پذیرایی میکنی هر کی گریه میکنه بلند گریه کنه. امام صادق فرمود خدا رحمت کنه هر کی به مادر ما بلند بلند مادرم رفت تا به دیوار کوچه رسید. او بی حیا اومد چرا این مادر کوچه رو نگاه کرد. یا زهرا دیدی هیچکی نیست، دست دستش
محضر حضرت معصومه امروز هر کی هست اگه طالبی یه بار دیگه بگم این سیدی رو شنیدین همه یکی بزنید یا زهرا چه میشد گر مرا به آن کوچه میبرد چه میشد میگم همچین که مولا در میزد بیبی که نمیتونه فیض بیبی که نماز نشسته میخونه اما همچین که متوجه میشد علی در میزد صدا میزد فیض کمک خودم برم در رو علی مات کنم خدا داری جمله آخر فدا نشنا دیگه یه روز برای انجام کاری زیر بغلای بیبی رو گرفته شما رو خدا سال دوزمو بپذیرید روز عذاب زیر بغلای بیبی رو گرفته بودیم میبردیم کمکش میکردیم یه منظر دیگر این جگرم آتش گرفت به تعبیر من گفت نگاه کردم متوجه شدم دیدم پای بیبی رو زمین نشیده دیگه نمیتونه قدم از قدم یا زهرا گر مادر با همراه میبردم مرا دیگر نمیدیدی مادر آزادی بردم بزنده آنا سیدی اثر جگری میاندی دیدیم ثانیه یا زنجگر مادر اثر سیدی رو بیدم جگرم سود گفتم آی بکنی خدا جگر امروز بزم ما تنخوا به نسیه فردا نمیدهم گر مهر ماه را به دو دستم نهر قضا یک ذره محبت زهرا نمیدهم بازم التماس کنیم به حقیقت حضرت زهرا فرجا الان میخواد 3 مرتبه شما فریاد بزنید با دل سوخته امام زمان علیه السلام با همه وجود یا زهرا علی امروز تون خونه امروز توی اون خونه
گلا ماتم گرفتن. امروز توی اون خونه گلا ماتم گرفتن. ستاره ها خم شدن، گلدونا غم گرفتن. یاسر سپید خونه مهمون آسمون شد. قد علی اعلا تو ماتمش کمون شد، تو ماتمش کمون شد، تو ماتمش کمون شد.